چالش میلاد حاتمی رو داشته باشیم. ماما تایی نداری؟ فرصت کجا میخوام بریم؟ دارم خونه خالم اینا. خونه خاله؟ آره. با این ریخت تو قیافه؟ یه برو گم شو. برو گم شو. ماما ماما بیا کنار زشته ماما. ماما چی پوشیده؟ خجالت بکش بدبخت. ماما برو که اینجوری میخوایی بری؟ میخوام برم قبلا خاله رو بگیرم دیوونم کرد. ای دلبر پس تو تیپت اینطوریه؟ چطوریه؟ مثل مامولایی که ما تو آینه نمیه؟ اینا بگه رو دار کن. به تابستونن داغ کن میگم دارم میرم اصلا بابا بدش کن گوشیمو جواب بده مغازه چیزی نمی‌کنم دارم میرم. چرا میاد میکنم خودم؟ دارم دیگه من دارم میرم دیگه باشا دارم میرم دیگه نمی‌خوای چیزی مغازه خرید کنم مغازه یادی واقعا چه شکلی هم مگه چاقی زدی برو بابا یا بابا من اسکال نشو ببر بابا میخوام من بابا مغازه جونت بب چیکار میکنی؟ چالشه میرم خاله ولی خیلی خوب ترسیدا. بریم؟ حاضری؟ برم ماما بریم. بریم دیگه حالا ماما یه چیزی بگم چالش رو میلاد حاتمی بود خواهم سوپری با چیزه میخوای تو؟ اینجوری میخواد بری؟ مگه چیزه؟ برو یه کارچه درست باشی. نه برزد میام میام برو یه کارچه درست باشی. چیه پوشیدی نازت بابا؟ Gäste. Ja. Ana men cem çeksiyem ha. Bille. He. Billeysem xarcı kızora. Sen çok xarcı telesin kendini bu bakan çıkıyor. Esinde. Sen telefonu da geldi. Telefonu Ceş bakalım ne çalıştı ya. Ceş bakalım ne çalıştı. Çalıştı ne diyeceğim. کجا با این ورزش؟ با این ورزش میخوای مغازه بری چی بکنی؟ خواهم برم مغازه الان میام با این ورزش کجا میری؟ مغازه الان میام میخواد که این دقیقه خونه بودم بخورم که بینه خیلی جالسه ماما هم یه آشکالا میدم دارم در الان میام ای چه قیافه‌ایه؟ چی شنگی؟ ای چه قیافه‌ایه؟ چی شنگی؟ برو کاتی با شلوار برای چی؟ بکن شلوار بپوش دنبال شونه چه بدونم باش من میام پایین بخواه چیزی بگم اینجوری آره باشه تو برو هم بذارم ببین من چیکاره ارم برو شلوار بپوش ای خدا باشه شماره رو بیار یادداشت کن عزیز ما الان میریم سوپری الان میریم سوپری چی بکنم زود میام چی؟ زود میام من شلوار میندازم دوباره خدا مریم بده اوپن شو عزیز نازی نه با هم لباسا میخوام برم سر کوچه چی بکشه کسی من نمیبینه تاریکم چی تاریکه؟ بیا برو مانتو تو تنت کن. من دارم میرم ما خیلی گیر یا بیا برو مانتو تو تنت کن. این موقع شب چیه؟ لباسم پرخونه بیا برو مانتو تو من خونم شایدم دیگه شورش رو خیلی در آوردی ها. پررو شده واسه من. برو گم شده نه. ما چالشه مامان یاسی
بیا لباساتو جمع کن مثل اندوختی وسط خونه. مامان دارم بیرون. بذار عرقت خوش بشه لباساتو جمع کن. موقع شب کجا داری میری؟ دارم بیرون. اینا چه پوشیدی راه افتادی؟ دارم بیرون. مهمونی دعوت داری؟ امروز با همه چیز بخوام برم بیرون. بیا بشین چرت و پرت نگو. تو محل آبو من نرم اندازه کافی بردی. هی دارم بیرون. بیا چی؟ برم بیرون نگاه بابای کسافتشان. مامان میخوانه؟ زهر مال مامان خاک توست. بابا چالش. چالش چیه دیگه؟ خر حیوان. یاسی یاسی مامان میخوانه؟ دیدی لحظه شارژم رو جمع نشون با بابا sen de. بله میخوام برم سوپری چیزی نمیخوای بگیرم؟ چطور شد تو میخوای سوپری؟ با سلام سر تو گفتم به سوپری هم برم. چرا؟ یه چند تا نودل بگیر یه ظرف ماست باش خدا خوشگله میخوام برم یه برو تو اصلا نمیذارم یه برو مامان چالش میلاد فاطمی بود حیف ادامهش میدم بیا بود شد نرو بیاش بود نرو چالشه به قربان چالشه آی بذارم الان میام دیگه شیر نمیخوای؟ نه برو باش بابا داری کجا میری؟ میام دیگه بابا گم شو به خونه میام بابا میام عزیزم خوب شدن؟ اون چه ورزشه؟ خودتون چشمه میرم بیرون خرید کنم وسایل بگیرم بیام مست کردی؟ نه بابا یه چه بشین رشته اون چه ورزشه؟ باتوانم سالش بابا سالش میلاد حاتمیه دوربین رو نگاه کن گذاشتم بیرون بگیرم میلاد حاتمی من دارم میرم بیرون کردی؟ دارم میرم بیرون چی میخواد بیرون برم بایی یه فکر بخوای بیرون آرام مون شده چی مد شده؟ میخوام برم بیرون کار بیا کنم ببینم بیا پدری مردم چالش چه مرگیه من دارم میرم بیرون کجا میخواه؟ با دوستم خواهم مانتوت کو شالت کو رو سرت کو به سر سرمه میزن سگ بدی ها گم شو گم شو از من دارم میرم بیرون کجا میخواه؟ با دوستم خواهم مانتوت کو شالت کو رو سرت کو به سر سرمه میزن سگ بدی ها گم شو گم شو بارو کنه سواد میشه بیشتر میشه زیاده طرف چقدر سر داشتم مامان نوشابه نداریم ما نوشابه تو یخچال داشتیم یه خود داشتیم نداریم موسا بله میری بیرون بیا برو نوشابه هم بگی خیرم کارت رو میزه بیا برو الان نبندم دیر وقته بدو فقط نوشابه؟ با موسا چرا اینجوری نمیری؟ بابا یعنی چی؟ یه دقیقه تو ببینم بابا چرا اینجوری داری میری بیرون؟ بابا برای چرا اینجوری میری بیرون؟ کجا این چی داری اینجوری لباس من تا مغازه میرم الان برمیگردم کجا میری؟ تا مغازه الان برمیگردم بای وزیر آفرین
کجا میری بیا اینجا اصلا بامزه نیستا مغازه بیا گم خور اینجوری بری مغازه وای نبسته لایکی خاله خدا کجا بایی بس؟ خاله بیرون کجا؟ بیرون بیرون اینا یلا اینجوری میری با چند تا بالا دادی پایی شتافتاش ها مسخره چطوری میرم خب بچه ها داری باید کهی بخوری ها بعدا میرم پایین تا اینجوری برو بعد من میرم کجا؟ این چه مدلیه دیگه؟ بس بعده با سالا دارم میرم بیرون بعده؟ یعنی چی؟ بیا برو بشیم بیا برو بشیم بابا داریم با ماشین میریم مگه چی میشه سالا باش دیگه سارا زود باش دیگه بیا برو بشیم اما اسکل دست بادا میزنم میشونم ها اسکل بیا چالشه چالشی سلام میلاد جان بودم باشگاه الان میخوام برم خونه ببینم عکس العمل خودم چی سلام غذا آماده است چه وضعشه؟ من تمرین حسین هستم لباس عوض کنم پا زدم خستم کجا بودی؟ تمرین چجوری رفتی تمرین که اینطوری برگشتی؟ مگه یعنی چی نرفا؟ همه اگه تو باید ببینی چی گفتی تو؟ همه باید تو کی ببینی باید ببینه؟ خب تو ماشین بودم مگه چیه تو ماشین بودی از باشگاه تا اینجا چجوری اومدی؟ الان غذا چی درست کردیم غذا بخورم گوشت اونجا بخور چه وضعشه عوضی آشغال الان چه وضعشه چه وضعشه یعنی چی؟ چرا کجا؟ با این ریخ میخوای بری بیرون من آماده دارم حیثیت رو به اینجا آمریکا رو منو نبر چالشی میداده بری سرم درم محمد جان محمد خیلی برم شما بسیم بیام خیلی برم شما بسیم بیام زنگ زده ها؟ چه وضعشه؟ چه وضعشه؟ یه دقیقه برم بیام بابا میخواد استفاده عوضی از استفاده جان پدر مادر بابا یه دقیقه برم بیام بابا میخواد یعنی من نمیتونم برم بیرون پدر تو در میاد پدر مادر من وسیله بگم چیزی نمیخوای یه نوشابه هم بخواب چیزی نمیخوای اینجوری میخوای بدی؟ نه اینجوری میخوام بی باید لباس بگو محمد چاله